شفا در گذر از زمان. چگونه بازخوانی زندگی‌های گذشته با گذر از دروازه زمان می‌تواند ذهن، جسم و روح را درمان کند. نوشته دکتر برایان ال وایس. انتشارات پیاتکوس، لندن 1995. ترجمه آزاد از مهدی ذاکری. فصل ششم. بازخوانی زندگی‌های گذشته، شفادهنده رنجوری کودک درون و زخم‌های روانی وارده از تعرضات جنسی. فصل ششم، بخش دوم. دکتر بریر اذعان می‌دارد که یکی از دردناکترین شهودهایی که وی بارها از قربانیان آزارهای جنسی دوران کودکی طی روند درمانیشان شنیده این است که حالا که خودم بزرگ شده‌ام و معنای حد و حدود را می‌فهمم، شناخت بدذاتی خودخواهانه پدرم که بنابر مطامع و هوسش به من صدمه می‌زد دلم را شکسته است. آخر چگونه بابا قبول می کرد تا نیازهای بنیادین من را فدای نیازهای بی اهمیت و گذرای خودش بکند و غیره. پایان نقل قول. دکتر دیوید ال کوروین، استاد روانپزشکی دانشگاه واشنگتن، نیز به تجربه مشاهده کرده است که ریشه احساس عمیق محرومیت و آسیب جدی عزت نفس اغلب ناشی از آزار و اذیت از سمت پدر، مادر یا سایر بزرگترها در دوران کودکی افراد است که گاهی با نفرت یا خشم فروخورده و حس کینه‌جویی و انتقام سرکوب شده نیز مخلوط است. وی میگوید چون احساس غریزی فردی این گونه ایجاب می کند که به عنوان یک انسان هر کودکی حق خود می داند تا انتظار داشته باشد که والدین و بزرگترها با وی به شیوهی محترمانه، مناسب و با لحاظ داشتن کرامت انسانی و رعایت عوامل پرورشی و مراقبتی رفتار کنند که چون درباره کودکان قربانی این گونه نبوده است، بار سنگینی از احساسات منفی نادیده گرفته شدن این حقوق به صورت عقده‌های گوناگون متوجه عزت نفس فرد می شود و نتیجه پرورش این دست عقده‌ها و سرکوب احساسات حمل دائمی احساس بی‌لیاقتی و به درد نخوری است که در قالب احساس گناه و شرم در شخص تجلی می یابد و نمود آن وجود ترس‌های گوناگون و حملات اضطراب در شخص است. نهایتاً آن تأثیرات و نگرش‌های سرخورده کننده توانایی این افراد را برای ایستادگی و محافظت از خود در ادامه زندگی تضعیف کرده و زندگی زیردستانه‌ای را به ایشان تلقین می‌کند. از این رو می توان گفت که به ویژه در خانواده‌های پدرسالار به منظور حفظ تصویر پرابهت یک پدر واقعی و مخدوش نساختن وجهه آن پدر ایدئال در ذهنشان، زمانی که دختر بچه‌های تحت تعرض به بلوغ میرسند نیز همچنان بر این باور میمانند که بدی از ذات خودشان بوده و وجهه پدر را از هر عمل غیر اخلاقی منزه میشمارند. به همین خاطر مشاهده می شود که این گونه زنان آزار دیده در کودکی غالباً پدر را در این آزارها ذی‌حق دانسته به جای پدر یا آزارگر اصلی خودشان را بد می پندارند.
سپس گرد و غبار احساس شرم و بی‌اعتمادی بر ایشان می نشیند و لایه غبار آن به مرور زمان ضخیم‌تر هم می شود. این گونه کودکان در بزرگسالیشان نیز همچنان در انتظار توهین و تحقیر میمانند و احساس غرور و عزت نفس به کلی در ایشان سرکوب می شود تا مگر آنکه درمانگری در طی یک روند درمانی به ایشان کمک کند بفهمند قربانی بودند نه گناهکار. درمان توسط بازخوانی زندگی‌های گذشته به خوبی می‌تواند به قربانیان سوء استفاده دوران کودکی کمک کند تا خودپنداره‌های منفی خود را بشناسند و با زدودن این طرز ادراک اشتباه به یک قربانی بازمانده در مسیر درمان این طیف از رنج‌ها تبدیل شوند. حتما نمی بایستی که سوء استفاده در طول همین زندگی جاری یا در دوران کودکی همین دوره عمر اخیر رخ داده باشد تا دامنه تأثیر منفیش را بر روابط زندگی کنونی شخص گذاشته باشد و چه بسا شخص آن کودک مجروح درونش را از چندین زندگی قبلتر با خود به امروزش آورده است. بنابر تجربه های من در دستان یک درمانگر آموزش دیده جای هیچ گونه نگرانی یا تشویش از بازخوانی زندگی های گذشته برای درمان قربانیان سوء استفاده های جنسی وجود ندارد، چون در طول روند درمان قربانیان الزاماً نیاز به تجربه دوباره ترسشان از مرور خاطرات دردناک و سرکوب شده را نخواهند داشت. یعنی گاهی تجربه مجدد این دست از خاطرات مشخصاً با احساس بی‌حسی یا نوعی رها بودن از تنش به عنوان یک شاخص همراه است که طی آن بیمار بدون هیچ گونه احساس ترس، درد یا اضطراب به مشاهده و تحلیل رویدادها می‌پردازد که در نمونه بعدی از سرگذشت لورا مثالی بارز از این شاخص را خواهیم دید. همچنین نیازی به ترس از زنده شدن دوباره خاطرات تلخ نیست، چون ناخودآگاه خودش عاقل و خبره است و خاطره ای را در اختیار خودآگاه شخص قرار نمی دهد که وی قادر به جذب آن نباشد یا ناشیانه اختلال بیشتری را ایجاد نماید، بلکه با مدیریتی خبره به صورت قطره چکانی دریچه خاطرات را می گشاید و تا فرارسیدن شرایطی امن و زمانی مناسب که زمینه از لحاظ گوناگون فراهم باشد، هر چقدر هم که متقاضی اصرار کند اقدام به برملاسازی بی‌رویه خاطرات آسیبزا نخواهد کرد. این امر بارها و بارها به من اثبات شده است. از این روست که در برخی موارد مشاهده می شود که مانند مانعی که مسیر عبور آب را بسته است، خاطرات شخص نیز به گونه‌ای مسدود شده یا در سایه روشنی از ابهام پنهان شده است تا در زمانی امن به سطح حافظه بلغزند و جهت حصول درمان مرور شوند. در مورد لیندا دیدیم که چگونه بخشی از خاطرات قبل از 8 سالگی او مسدود شده بود، ولی گاهی دامنه زمانی این انسداد پهن‌تر است. هرچند درباره لیندا این انسداد توانسته بود نقش حفاظتی بازی کند و به او کمک کند تا در حفظ عزت نفس خیش بکوشد و صلابت شخصیتی خودش را با تسلط تمام در معرض نمایش بگذارد، اما گاهی یک حافظه مسدود شده از تعرض جنسی بیشتر از مورد لیندا آزار دهنده است و می تواند در توانایی بیمار جهت دسترسی به شادی، رضایت و صمیمیت در روابط بزرگسالیش انسداد و چالش ایجاد کند. در همین راستا گاهی نیز ملاحظه می شود که بازماندگان سوء استفاده جنسی به طور خودکار با گرفتن گاردی در قالب سپر حفاظتی عمدن از بسط صمیمیت در روابطشان دوری می کنند تا از خودشان در برابر تجربه مجدد رنجهای مدفون شدهشان محافظت کرده باشند.
همچنین گاهی اشخاص به ویژه زنان به منظور پنهان ساختن جذابیت فیزیکی بدنشان در نقش یک سپر حفاظتی قیافه یا شکل‌های غیر جذاب را بر خود می‌گیرند یا با ابزارهای فرافکنانه‌ای مانند اضافه وزن سعی دارند تا به طوری نمادین از خودشان در برابر آسیب‌هایی که منشأ جنسی دارند محافظت کنند. در فصل هفتم بیشتر به موارد اضافه وزن، چاقی و مواردی که به نادیده گرفتن مراقبت از خود مربوط می شوند خواهیم پرداخت. لارا دوشیزه‌ای جوان و نسبتاً چاق و مدیر 25 ساله یک بوتیک پرمشتری بود که با اختلالات و تنش‌های متعدد برای گرفتن کمک وارد مطب من شد. او قبلا نیز در یکی از سمینارهای گروهی من شرکت کرده بود که ضمن آن خاطرات درهم و برهمی را از زندگی‌های گذشته‌اش به صورت جسته و گریخته به یاد آورده بود که همین خاطره‌های سردرگم او را تشویق کرده بر آن داشت تا اراده کند مشکلات خودش را در درمان انفرادی بیشتر و به طور متمرکز بررسی کند. او یک نوار مدیتیشن من هم برای ادامه کار در خانه از غرفه فروش آن همایش خریده بود. لارا از افسردگی متناوب رنج می برد و سابقه‌ای طولانی از اختلالات بلعیدن هم داشت که او را به شرکت مرتب در گروه‌های حمایتی و درمانی مانند پرخوران گمنام که شاخه‌ای از انجمن معتادان گمنام است وادار می کرد. ولی با وجود اختلال بلع او هنوز هم اضافه وزن داشت. اما شاید نگران کننده ترین اختلال لارا این سوال در ذهنش مخصوصاً قبل از خواب شبانه‌اش بود که آیا او در کودکیش مورد تعرض جنسی قرار گرفته است یا خیر. لارا خودش هیچ خاطره روشن یا حتی جزئی از چنین تجربه‌ای نداشت، ولی این فکر بیشتر ناشی از نوعی احساس یا الگوی تکرار شونده ناخوشایند از تأثیرات حرکتی بود که هنگام فشردن صمیمی دستان مشتریان یا لمس و بوسه مهر مسن‌ترهای مرد نمود پیدا می کرد که طبعاً او خودش دلیل آن را نمی دانست و نمی فهمید چرا این فکر آزاردهنده ذهنش را رها نمی کند و مانند خوره به جانش افتاده است. لارا کلاً نسبت به مردان بدبین بود و گویی هرگز نمی توانست به ایشان اعتماد کند، حتی برای چیدن اجناس در قفسه های مغازه یا انبار. ضمن آن که تاریخچه مقدماتی سلامت جسمانی و اوضاع روحی روانی در زندگی لارا را به اتفاق خودش ثبت و ضبط می کردم، متوجه شدم که با والدینش ارتباط ندارد. او گفت که پدر و مادرش از هم جدا شده اند و رابطه لارا نیز با هر دوی آنها تقریباً قطع و سالها بود که او حضوری والدینش را ندیده بود، ولی فاصله پدید آمده دو طرفه بود. دوره‌های طولانی پشت هم سپری می شدند و او اصلاً با آنها تماس نداشت و صحبت نمی کرد و وقتی هم به ناچار با آنها مکالمه‌ای هرچند کوتاه داشت، بی حرفی، حوصله سربری، بی تحملی، اضطراب و ناراحتی چنان در گفتگویشان موج میزد که هم به لارا و هم به آنها احساس خفقانی شبیه به فرو رفتن در باتلاق یا به اصطلاح خودش غرق شدن در آب به دست میداد. با این همه فاصله لارا نسبت به مادرش بدبینی زیادی نداشت و او را ساده اندیش، نپخته و ترسو می‌دانست، ولی نمی‌فهمید چرا نمی‌تواند با او صمیمی باشد. مادرش که مرد نبود. ما همچنین در ادامه پرسجوها به اتفاق هم کشف کردیم که شاید جزئیات مهمتری از گذشته او به ویژه در ایام کودکیش نهفته باشد، چون او احساس مبهمی از خلأ و سایه‌های تاریک و روشنی ضمن مرور آنها داشت.
وقتی لورا سعی کرد تا چیزی را به عنوان سمبل جهت توصیف دوران کودکیش به خاطر بیاورد و آن را روی کاغذ برای من رسم کند، او یک جای خالی را روی کاغذ نشانم داد. او اصلاً خاطره ای از دوران کودکیش نداشت و شبیه به لیندا قسمت‌هایی از حافظه‌اش مسدود بود. به اتفاق تصمیم گرفتیم از طریق همین تنش ارتباطی با والدینش به ابعاد اختلالات او ورود کنیم. چون از قبل با نوار تمرین داشت، لورا در همان جلسه اول آسان به تن‌آرامی وارد شد و با ورودش به خلسه هیپنوتیزم ابتدا خاطرات پراکنده از زندگی‌های گذشته‌ای که او خودش چند ماه قبل در سمینار من به صورت مبهم تجربه کرده بود را دوباره مرور کردیم. در طول آن تجربه بازخوانی زندگی‌های گذشته گروهی، لورا به یاد می آورد که پسر 13 ساله شجاعی اهل فرانسه بود که تیر و کمان داشت و از قضا تیرانداز دقیق و ماهری هم بود. آنچه که در امتداد همان دوره عمر در مطب من به یاد آورد آن بود که وی در انتهای آن دوره زندگی در همان جوانی با اصابت تیری کاری به سینه اش جان باخت. در این جلسه از خلسه هیپنوتیزمش نزد من، لورا مضافاً توانست تشخیص دهد که مادر بزرگ آن جوان شجاع در آن دوران همین مادرش در این دوره زندگی جاری وی است. در ادامه لورا وارد یک زندگی دیگر شد و خودش را در قالب یک پسر ولگرد جیببر خیابانی اهل لندن دید که نهایتاً از سرما و بیخانمانی در زیر پلی در همان جوانی درگذشت و در بازخوانی سوم باز هم او خودش را در اوان جوانی یافت. اما این بار یک دختر 15 ساله زیبا در قرن 16 میلادی و ساکن در یکی از روستاهای نسبتاً پرجمعیت اسپانیا بود که توانایی‌های ماورایی داشت. وقتی طی هیپنوتیزم لورا وارد آن دوران زندگانی اسپانیایی‌اش شد، خودش را می‌دید که جهت سوزاندن به تنه خشکی از درخت می‌بستند تا او و درخت را با هم آتش بزنند، چون پسری را در روستا شفا داده بود. اتهامش جادوگری بود و طبق حکم کلیسا بایستی سوزانده می‌شد. لورا متوجه شد آن قاضی که حکم اعدام او را در آن دوره عمر صادر کرده بود، در این دوران زندگی جاری نقش پدر وی را بر عهده داشت. نکته جالبی که در فصول بعدی بیشتر به آن خواهیم پرداخت آن بود که مرور این خاطرات لورا را اصلاً نمی‌ترساند. با وجود آن که لورا پدرش یا همان قاضی را نیازمند بخشش خودش می‌دانست، ولی احساسات او کلاً خنثی بود و هیچ احساسی از غم یا نفرت در وی ظاهر نمی‌شد. در تجربه من با بیمارانی شبیه لورا مکرراً مشاهده کردم که برای برخی از مراجعینم تجربه مجدد خاطرات غمبار از آن منظر بالا مشخصاً با بی‌حسی یا احساس رها بودن از تنش همراه است و لورا نیز طی مرور آن صحنه‌ها هیچ گونه احساس غم، نگرانی یا وحشت از خود نشان نمی‌داد. فکر کردن به این که او روحی ابدی دارد و واقعا نخواهد مرد به لورا بسیار احساس آزادی و خرسندی میداد و همچنین همین فکر در این دوره جاری از عمرش نیز باعث میشد تا او احساس کند که میتواند با اطمینان به حل مشکلاتش امیدوار باشد و همین نکته کوچک افسردگی مزمن او را تا حد زیادی رفع کرد. در انتهای این جلسه کمی به تجزیه و تحلیل رفتار آن قاضی و حکم صادره‌اش نشستیم. با هم قرار جلسه بعدی را گذاشتیم و او خوشحال و امیدوار مطب من را ترک کرد.
چون شبانه قبل از خواب او به گوش دادن مرتب نوار خریداری کرده‌اش در همایش عادت کرده بود، قبل از ترک جلسه به او پیشنهاد کردم تا ضمن ادامه تمرین نوار مدیتیشن در خانه کوشش کند تا بر روی خاطرات مسدود شده کودکیش بیشتر تمرکز کند. دفعه بعدی که لارا وارد مطب من شد، با وجود ادامه تمرین در خانه هنوز هم به هیچ خاطره ای از دوران کودکیش دسترسی پیدا نکرده بود، اما او همچنان اصرار داشت تا ریشه مشکلات خودش را کشف کند. از آنجایی که لارا در بازگشت به زندگی‌های گذشته‌اش طی سمینار و بعداً در مطب من تا حدودی موفق بود، به دلیل انسداد این بخش از حافظه‌اش به اتفاق تصمیم گرفتیم که از کودکیش چشم پوشی کنیم و همین خط ساده بازخوانی زندگی گذشته را در مسیر درمانش ادامه دهیم. او در دومین جلسه بار دیگر به آسانی وارد خلسه هیپنوتیزم شد و طبق الگوی دستچین لحظات کلیدی مانند سومین مورد بازخوانی در جلسه قبلی به صحنه مرگ در یکی از زندگی‌های قبلیش رجوع کرد. این بار او پسری 14 ساله در فرانسه قرن 15 و عضوی از یک خانواده مرفه بود. پدر و مادرش باغدار بودند و به پرورش و تجارت سیب از باغ‌هایشان و فراورده‌های آن مشغول بودند. به طرزی غم‌انگیز نوعی بیماری همه‌گیر کل جامعه فرانسه و نواحی مجاور را فرا گرفته و قربانی می‌گرفت و از جمله نحوه‌های مهم انتقال آن پاندمی، محصولات سیب از باغ‌های خانواده لارا بود که حالا با رشد تجارتشان محصولات سیب از باغ‌هایشان را به همه جا صادر می‌کردند. ولی اعضای خانواده از خطر اپیدمیکی که محصولات آنها ایجاد می‌کرد کاملاً بیخبر بودند و از سمی بودن سیب‌ها و مرگبار بودن محصولاتشان اصلاً اطلاع نداشتند و بنابراین هیچ تقصیر عمدی از ناحیه آنها در کار نبود و چون از مسموم بودن محصولاتشان بیخبر بودند، همچنان پرتلاش به رونق و توسعه بازار کارشان ادامه می‌دادند. لارا خودش نیز در این بیماری همه‌گیر مرده بود، اما قبل از مرگ و پیش از ترک آن دوره زندگی توانست تشخیص دهد که والدینش در همین زندگی جاری درست همان والدین او در آن زندگی بودند و او با دانستن این که علت مرگش در جوانی مسمومیت از فراورده‌های باغداری خودشان بوده است، با خشم و اندوهی عمیق از کوتاهی عمر خودش بنابر تقصیر والدینش آن زندگی را ترک کرد و به بازه بینابینی دو زندگانی رسید. با اتمام مرحله نظر به عقب و مرور زندگی در گذشته اخیر در بازه بینابینی، پس از خروج لارا از هیپنوتیزم، گفتگوی ما در انتهای این جلسه پیرامون مسائل خشم، عشق و بخشش به پیش رفت و او اجباراً و از روی منطق والدینش در آن دوران را بخشید، چون عمدی در کار نبود. هرچند ایشان همین والدین زندگی جاریش بودند که از آنها دل خوشی نداشت، ولی او نیاز داشت این عصبانیت کهنه و نهادینه در وجودش را رها کند و این کار را هم کرد، چون آنها او را آگاهانه و از روی عمد مسموم نکرده بودند. توضیح تکمیلی از مترجم. در توضیح انجام مدیتیشن بازخوانی زندگی‌های گذشته به تنهایی در منزل، اجازه دهید تا گزیده‌ای از فصل دوم را به صورت پراکنده دوباره در اینجا بازخوانی کنم. دکتر وایس در فصل دوم کتاب چنین نوشته بودند: در ضمیر ناخودآگاه بدون درک ذهن آگاهمان از آنها فرایندهای ذهنی خود به خود اتفاق می‌افتند. این ضمیر نه تنها با مرزهای تحمیلی منطق، مکان و یا زمان ما محدود نمی شود،
بلکه می تواند هر چیزی را از هر دوره یا زمانی یا هر بعدی از مکان به خاطر بیاورد. ضمیر ناخودآگاه موجودی غریبه نیست، بلکه از خود ماست، یک نمای کامل از مای خالص و بهتر از هر کسی بر ما و شرایطمان اشراف دارد، چون گرد و غبار دوران روی آن ننشسته است. طی روند درمان توسط بازخوانی زندگی‌های گذشته، فرایند ذهنی انتخاب کدام زندگی کدام صحنه قبلی جهت بازگشت یا بازخوانی بر عهده ضمیر بسیار عاقل ناخودآگاه است که از روی قصد آن زمان یا دوره زندگی خاصی را فرا می‌خواند که خاطرات آن در زندگی جاری شخص تأثیر مستقیم داشته و چرخه‌ای مخرب را بنا نهاده است. آن زمان یا مکان مطلوبی که نکته حاوی اختلال در زندگی کنونی بیمار در آن نهفته است. ضمیر ناخودآگاه به منظور بازیابی این دست خاطرات تصویر صحنه آنها را کم و بیش بازسازی می کند. من کلاً تجربه زندگی‌های گذشته توسط خود بیمار و به تنهایی در خانه را در بیشتر موارد مفید و آرامش بخش می‌دانم، چون ناخودآگاه خودش عاقل و خبره است و خاطره ای را در اختیار خودآگاه قرار نمی‌دهد که بیمار قادر به جذب آن نباشد یا ناشیان اختلال بیشتری را ایجاد نماید. اگر فرد در حین مدیتیشن این متد مد نظر من به تنهایی در منزل با واکنشی نامطلوب مواجه شد، خیلی ساده می تواند خودش ادامه تجربه را متوقف کند، چون سرتاسر مدیتیشن در کنترل خود اوست و او هوشیاری لازم را برای توقف مدیتیشن دارد. جدای از این، خود ضمیر ناخودآگاه وی هم بازدارنده است و از او محافظت می کند. حتی از آنجا که تروماهای بازیابی و برانگیخته شده بیمار اغلب ریشه‌دار و دارای بار احساسی هستند، هرگاه ضمیر ناخودآگاه بداند که لازم است تا بیمار مشاهده ای را بدون واکنش احساسی ادراک و تجربه کند، تجربه وخامت صحنه مرتبط را از فرایند بازخوانی حذف می کند. اما طبق صدها تجربه از من، مطمئن باشید که درمان توسط بازخوانی زندگی‌های گذشته کسانی که آن را تجربه می کنند هرگز نمی ترساند. پایان توضیح تکمیلی. بازگشت به متن. در خانه لارا همچنان طبق عادت به گوش دادن وقت و بی وقت نوار آرامش و تمرین بازگشت به زندگی‌های گذشته من ادامه میداد تا شاید بتواند پاسخ این سؤال آزاردهنده قدیمی که آیا در دوران کودکی برای او تعرضی اتفاق افتاده است را کشف کند. تا قبل از جلسات حضوری وی با همراهی من، پاسخهای شهودی که او در خلوت خود به هنگام مدیتیشن دریافت می کرد غالباً مبهم بودند و لورا بیشتر ماهیت معنوی آنها را می فهمید که به او توصیه می کردند این تجربیات غیر معمول خود هیپنوتیزم در خانه مربوط به یادگیری تعادل، میان روی و هماهنگی است و او با تجربه ناقص زندگی‌های قبلیش در آن سمینار به صورت درهم و برهم و این پیغام‌های گنگ بردباری و دوست داشتنی بودن را آموخته است و ذهن شهودیش نیز وی را به ادامه کوشش‌هایش در گشودن این راز سر به مهر تشویق کرده و به او می‌گفت که کنجکاوی او از وجود احتمالی تجربیات ناخوشایند گذشته در واقع مشوق و پایه و اساس جستجوی آگاهی و خردخواهی وی هستند. اما بعد از این سری از بازخوانی زندگی‌های گذشته‌اش با همراهی من در مطبم، انگار توده‌ای خس و خاشاک که راه عبور را بر جریان آب بسته باشند به نوعی شل شده و کنار بروند،
معنای پیغام‌های شهودی او طی خود هیپنوتیزم‌هایش در منزل عمق و رنگی تازه گرفته و گویاتر شدند و از آن پس خاطرات خردسالی از زندگی فعلی لورا شروع به ظهور کرده و به تدریج به سطح حافظه‌اش لغزیدند و زمانی که این خاطرات ظاهر شدند برای لورا واضح شد که چرا مسدود شده بودند. بدگمانی لورا نسبت به وجود سوء استفاده در معصومیت کودکیش درست و بجا بود و این خبرگی ذهن ناخودآگاهش بود که عاقلانه برای حفاظت از او آن خاطرات را تا زمانی مقتضی که هم سطح پختگی معنوی لورا بالاتر رفته باشد و هم کسی به عنوان راهنما در کنار او به درکش از قضیه و رها شدنش از بار رنج آن کمک کند، از به سطح حافظه آمدن این خاطرات جلوگیری می کرد. حالا او می‌فهمید چرا این فکر آزاردهنده تجاوز در کودکی ذهنش را ول نمی‌کرد و مانند خوره به جانش افتاده بود، چون لورا از 2 سالگی هم توسط پدر و هم توسط عمویش مکرراً مورد آزار جنسی قرار گرفته بود. آنها از 2 سالگی او را از لحاظ جنسی نوازش و اندامش را لمس می کردند و ضمن آن مجبورش می کردند که برایشان سکس دهانی انجام دهد و این تعرضات سوء استفاده گرانه برای سالها ادامه داشت. بدتر از اینها تخریب اعتماد وی به سادگی مادرش بود. لارا به خاطر آورد که مادرش نیز از این آزار و اذیت‌های جنسی آگاه بود، اما او نه تنها هیچ کاری برای جلوگیری از آن انجام نمیداد، بلکه برای مخفی نگه داشتن این جنایت نیز به نفع آنها عمل می کرد و گویی که به نوعی با ایشان همدست بود. مثلا وقتی لورا به مادرش شکایت می برد یا با همان بیان کودکانه قضیه را در حضور جمع به زبان می آورد، با محرومیت از ادامه حضور در جمع و تهدید و تنبیه مادرش روبرو می شد و رفتار مادرش در آبروداری طوری نشان می داد که گویی کلاً از این اوضاع اسفناک ناراضی نیست. او حتی از مادرش به این خاطر کتک هم خورده بود. به سطح آمدن این خاطرات به ویژه پنهانکاری، رفتار خشن و ناعادلانه و به نوعی همدستی مادرش با این تعرضات، اختلالات، تنش‌ها و مشکلات لورا را برای مدت زمان کوتاهی تشدید کرد، ولی با گذشت زمان او این فرصت را یافت که این تجربیات و احساسات به شدت مخوف را در روند درمانیش با همکاری منحزم و با ذهنیتش ادغام کند. با به جا افتادن این ادغام، لورا شروع به از بین بردن عصبانیتش در مورد این خاطرات تلخ کرد و از آن پس اختلال بلعیدن در او سریعاً شروع به بهبود کرد. بعد از قدری آرامتر شدن، لورا همچنین در مرور زمان توانست عوامل محرک رفتار توهین آمیز پدر و عمویش را در بعد معنوی از نظر بگذراند و آن را با نگاهی متفاوت ارزیابی کند. او تحت مدیتیشن توانسته بود از منظری بالاتر مشاهده کند که سابقه آزار پدرش به گذشته‌های بسیار دور باز می‌گردد. در آن زندگی اسپانیایی گذشته، اگرچه پدرش به طور خاص از او سوء استفاده جنسی نکرده بود، اما با صدور حکم اعدام در مقام قاضی او را به مرگی دردناک سپرد. حال آنکه روش‌های کم زجرتر دیگری نیز برای حذف او وجود داشت. بنابراین تصور این مرد در نقش پدری طی این دوره زندگی لورا از مرزهای معمول بین والد و فرزند برایش پر ابهام‌تر بود. انگیزه تداوم انتقام جویی جنسی آن مرد در نقش پدریش نسبت به لورا در طول این زندگانی قوی تر از آن زمان در زندگی گذشته فرانسوی بود که هیچ ارتباط خونی بین این دو وجود نداشت و سوزاندن انتقام آن مرد را سیراب کرده بود.
او همچنین طی تداوم خود هیپنوتیزم در خانه توانست دوره‌های دیگری از زندگانیش را ببیند که در آنها اشخاص مختلفی در نقش شخصیتی والدین نتوانسته بودند از لورا در برابر مرگ یا فقر محافظت کنند، اما بازخوانی این سلسله زندگی‌ها درس‌هایی در مورد عشق ورزی، صبوری، چاره‌اندیشی و حکمت به همراه خود داشتند. همان مضمونی که لورا ضمن تمرین خود مدیتیشن ها قبلا نیز به عنوان پیغام دریافت می کرد که اکنون معنای گویاتری برایش داشتند. نکته برجسته قابل تأکید شاید این باشد که تا زمانی که پس زمینه زندگی گذشته لورا خود را هویدا نکرده بود، او قادر به دسترسی به خاطرات مسدود شده دوران کودکی زندگی جاریش نیز نمی‌شد. یعنی لورا وقتی توانست خاطرات دوران کودکی دردناک کنونیش را آشکار کند که به آن چشمانداز بزرگتر دست یافت. در نمونه لورا همچنان که ملاحظه میشد، حافظه مسدود شده از سوء استفاده جنسی بیمار توانایی او را برای یافتن شادی، رضایت، اعتماد و صمیمیت در روابط بزرگسالیش را محدود کرده بود که در ادامه کتاب بیشتر به این نکته خواهیم پرداخت. اوج رازگشایی از خاطرات مسدود شده لورا که به عنوان دستاوردی مهم نشان از جان گرفتن روند درمانی او برایمان تلقی می شد، پس از برملا شدن ترومای سکس دهانی لورا رخ داد که باعث شد تا اختلال خوردن در او به طرز چشمگیری کاهش بیابد. امروزه اضافه وزن لورا به آرامی در حال کاهش است و او دیگر در چرخه پرخوری قرار ندارد. افسردگی او تا حد زیادی برطرف شده و او گاهی اوقات با والدینش نیز حضوری ملاقات می کند تا روابطشان را ترمیم و رنجش‌ها را حل و فصل کند. حالا دیگر اضطراب هر سه طرف از این ملاقات‌ها بسیار کاهش یافته و مهمتر آنکه این دیدارها دیگر به لورا احساس خفقان نمی‌دهد، چون آنها هر بار مطالب زیادتری را برای نقل و بازگو کردن دارند و هیچ کدامشان برای دیگری حوصله سربر نیستند. پس از سالها مبارزه بی نتیجه با اختلالات و تنش‌ها و تلاش برای رفع آنها از طریق سایر اشکال درمانی، در پرتو بازخوانی زندگی گذشته، اکنون لورا یک درمان قطعی، سریع و پایدار را پیدا کرده است. این دستاورد در مورد لورا را میتوان تعمیم داد و در بیانی کلانتر گفت که به احتمال قطع به یقین فقط تحت روش درمانی بازخوانی زندگی‌های گذشته میتوان انتظار رخ دادن یک کاتارسیس قدرتمند شفابخش را داشت تا کودک درون آرامش یابد و متعاقب آن شفا آغاز شود. این روش از درمان کلاً قربانی را قادر می سازد تا از کودک درونی این زندگی جاری خودش دلجویی و آن را آرام کند و در آغوش بگیرد و مضافاً در جوانب آن بسیاری از جنبه‌های دیگر مشکلات زندگی بزرگسالی نیز به ویژه روابط بهبود می یابد. اجازه دهید تا در اینجا قدری به جوانب امر بپردازیم که پدیده‌های تعرضی شبیه به مورد لورا چگونه قابل توضیح است. آیا چنان که برخی اذعان می‌کنند پای کار ما در میان است؟ یعنی آیا تحت تعرض قرار گرفتن فردی در یک دوره عمر انعکاس تحمیل رنج از جانب او به آزارگر فعلی یا دیگران در زندگی‌های قبلی وی است؟ با توجه به اقرار اساتید عالم روح و آموخته‌های خودم
در یک نمای کلی می توانم بگویم که دوره‌های سخت و ناراحت کننده به طور خود به خود صرفاً دلالت بر کارمای منفی از گذشته ها ندارند، چون همانطور که قبلاً هم برایتان گفتم هیچ مسئولیت کارمایی وجود ندارد که با طعم قرار گرفتن در برابر رفتار سوء استفادهگرانه دیگران برآورده شود. ولی در شرح مطلب چیزی که با تأسف میتوان به آن پرداخت بعد روانشناختی کلاسیک فرایند گرایش به تجاوزگری است که به توضیح دلایل و علل افزایش الگوهای شکستن حریم محارم و رشد چرخی مخرب قربانی آزارگر مربوط می شود و رد پای آن به وضوح در بررسی زندگی‌های گذشته قابل تصدیق است. تجربیات گزارش شده حاکی از آن است که عبور شخص آزارگر از خطوط قرمز به وی رخصت پرده‌دری بیشتری می‌دهد و از لحاظ روانکاوی هم هرگاه شرایط برای تعرض کننده دوباره مهیا شود حتی انتظار فاجعه های بزرگتری نیز می‌رود، چون مرزهای اخلاق و تابوهای آن شخص شکسته شده است. آنچه میتوان آن را به عنوان نوعی هشدار تلقی کرد آن است که این تضعیف و تزلزل در پایه‌های رابطه یک چرخه مخرب اجبار به تکرار را بنا می‌کند که با ابراز تأسف به نظر می‌رسد رها شدن از آن چرخه آسیب برای شخص قربانی خیلی دشوار خواهد بود. بنابراین انعکاس رابطه قربانی بودن لورا در زندگانی گذشته اش که در زندگی فعلی او در قالب روابط آزارگرانه از سوی پدرش دیده می شود هرچند دلخراش و چندشاور اما از لحاظ روانکاوی یک الگوی معمول و مورد انتظار است. با تأسف بسیار بایستی توضیح داد که اغلب سابقه روابط مخرب از زندگی گذشته‌ای که در آن آزارگر فعلی قربانی فعلی را به نوعی در خطر انداخته یا به او آسیب رسانده باشد، احتمال دریدگی و پررویی فرد آزارگر جهت زیر پا گذاشتن بیشتر خطوط قرمز و گسستن مرز تابوهای زندگی فعلی یعنی تجاوز به محارم را بیشتر می کند. چون طرف آزارگر در آن زندگی‌ها یا فرصت‌های قبلی در همین زندگی قبلاً از خطوط قرمز عرفی مربوط به خودش عبور کرده و قبح این فعل در ذهن او از بین رفته است و مرزها و رعایت آن حدود اساسی که امنیت و رفاه بین هر دو سمت رابطه را برقرار و حفظ می‌کنند از قبل تضعیف شده و شکسته‌اند. همانطور که گفتم از لحاظ روانکاوی نیز در این روند مخرب طرف قربانی صدمه بیشتری خواهد دید و علاوه بر آن برای قربانی ایجاد شرایط جهت اعمال نوعی تغییر پیشگیرانه و نو در رها شدن از الگوی زنجیره‌ای طولانی مدت مورد سوء استفاده قرار گرفتن و تحمل رنج سخت‌تر خواهد شد و از این رو رهایی وی از این چرخه تحمیلی به کوشش و تقلایی بس مضاعف نیازمند است. اما یادمان باشد که هیچ وقت برای اراده شکستن این چرخه مخرب دیر نیست. ولی آنچه بد نیست به آن نیز اشاره داشته باشم آن است که هرچند از بعد احساسی و روانشناختی تحمل چنین وضعیت ناعادلانه‌ای بسیار غم‌انگیز است، اما در بعد معنوی می‌تواند شرایط بسیار ویژه‌ای را برای رشد سریع عاطفی و معنوی هر دو طرف ایجاد کند، چون همانطور که قربانی در حال تغییر و رشد در این دوران از زندگی خود است، سوء استفادهگر نیز می‌تواند ضمن درک ابعاد خسارت تحمیلی از جانب خودش با غلبه بر وسوسه‌هایش درس فرا بگیرد و هرگز هیچ وقت برای هر یک از طرفین به منظور شکستن این چرخه مخرب دیر نیست.
یکی از راه‌های شکستن این چرخه ارتقاء آگاهی است که در پرتو معنویت برخاسته از روند درمان بازخوانی زندگی‌های گذشته به سهولت می‌توان به آن دست یافت. اما آنچه قطعیت دارد آن است که برای پرهیز از تکرار این چرخه در زندگی‌های آتی بایستی آن دور تسلسل را شکست و طلسم فرضی آن را باطل نمود تا قربانی مجبور نباشد دائم تن به تکرار این گونه زندگی‌های دشوار و غم‌انگیز بدهد. شاید این اشاره هم برای برخی افراد کمی ناخوشایند یا افراطی تلقی شود که گاهی اشخاص هم آزارگر و هم قربانی خودشان در بازه بینابینی دو زندگانی با توافق قبلی این نوع از همزمانی در زندگی را جهت حلول در جسم انتخاب می کنند تا شاید موفق شوند در این دوره عمر از این چرخه مخرب خلاصی یابند. اما با قرار گرفتن در سپهر اختری زمین و فراموش شدن آن انتخابها و قرار و مدارهای اولیه در گذر عمر نوعی مرداب معنوی تشکیل می شود که در آن هر دست و پا زدنی منجر به فرو رفتن بیشتر در باطلاق آن است و هر چقدر قربانی برای فرار از این چرخه در تکاپو و تقلاست، اما اراده آزاد فرد آزارگر وی را بالاجبار به سمت سوء استفاده بیشترش از قربانی به پیش میبرد و قربانی نیز برای گریز از این چرخه مخرب با نوعی ترس توأم با ابهام روبروست و نهایتاً این طوفان‌ها و تلاطم هر دو سمت این رابطه مخرب را در گردابی از اجبار و ابهام گرفتار می‌سازد. در ادامه همچنین مایلم اندکی بیشتر بر فرصتهای ممکنه برخاسته در این دست از رنجها و کلاً هر گونه ناملایمات در طول زندگی بر این نکته بیشتر تأکید کنم که در شرایط بحرانی میتوان خرد ارزشمندی را آموخت که در تجسم این زندگی کنونی شخص میتواند منجر به ارتقاء همدلی، شفقت و خدمت توأم با محبت بشود. زیباترین گلها اغلب از دانه‌هایی می آیند که در گلولای بدبو، مرطوب و سرد پنهان و پرورش یافته‌اند. هنگامی که ناملایمات، موانع و چالش‌های زیادی در روند زندگی فرد وجود داشته باشد، فرصت یادگیری بیشتری هم نسبت به یک زندگی آرام و نبود موانع و دشواری‌ها فراهم می‌شود. از آنجا که زندگی تحت روابط دشوار طی یک دوره عمر پر از موانع و خسارات بیشترین فرصت را برای رشد روح فراهم می کند، بنابراین ممکن است شما عمدن خودتان زندگی دشوارتر را از قبل انتخاب کرده باشید تا بتوانید پیشرفت معنوی خودتان را تسریع کنید، هرچند اکنون آن انتخاب را به یاد ندارید و از رنج مظلومیت و تحت ستم قرار داشتن خودتان به سطوح آمده و حتی شاید اقرار دارید که اگر همچنین انتخابی داشته اید اکنون پشیمان هستید. ولی واقعیت شاید آن باشد که شما با آگاهی از این که سخت ترین دوران زندگی اغلب فرصت خوب و کم نظیری را برای رشد شتابان معنوی افراد درگیر فراهم می کند، خودتان دست به این انتخاب زده اید. البته لازم است برای چندمین بار تأکید کنم که این بدان معنا نیست که قربانیان سوء استفاده مستحق یا مقصر آزار وارده به خودشان هستند یا این که قرار باشد این الگوی قربانی بودن را مادام تکرار کنند، چون همیشه اراده آزاد وجود دارد و با گزینش آن توسط هر یک از طرفین رابطه می تواند غالب شود و بین ایشان حکم براند.
سوء استفاده یا آسیب رساندن یک عمل انتخابی و کاملا اختیاری توسط فرد آزارگر است و سوء استفاده شونده هرگز مستحق تحمل این رنج نیست. انتخاب ظلم و ستم توسط آزارگران جلوه‌ای از اراده آزاد خود آنهاست و اگر هم پای کارما در میان باشد به کارمای خودشان ربط دارد، نه قربانی. تقدیر مقدر همه ما نیکی هست و نیکویی و هرگز دیر نیست که شخص آزارگر جهتش را به مسیر معنوی یا مقدر خودش از پیش تغییر دهد و دروس نیکویی را به خود یادآور شود و یا از نو بیاموزد. مهم نیست که در گذشته چگونه عمل کرده است. هر کجا که بتوان آن را لحظه اکنون تلقی کرد، مقطعی از زمان است که در آن آینده ممکن چند وجهی با انتخاب‌های متعدد است. هر لحظه می تواند فرصت دیگری را برای حسن تعامل و رفتار توأم با دقت و توجه به حقوق یکدیگر فراهم کند. این مفهوم که ما جاودانه هستیم می تواند بیانگر آن باشد که ما در ادامه حیاتهای متنوع خودمان بر گستره اختری زمین یا سایر سطوح و ابعاد مختلف رویارویی‌های دیگری را نیز با بسیاری از همان روح‌هایی که قبلاً با آنها بوده‌ایم تجربه خواهیم کرد. دن و مریلو را از فصل قبلی به یاد دارید؟ آری، ما دوباره با خانواده، دوستان و کسانی که قبلاً آسیب زده یا از ایشان خسارت دیده ایم ملاقات خواهیم کرد و با ایشان بار دیگر وارد رابطه خواهیم شد. بنابراین ما همیشه یکدیگر را پیدا خواهیم کرد. یعنی عبارت معروف در خطبه‌های عقد با این مضمون که تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کند اصلاً درست و انجام پذیر نیست، زیرا حتی مرگ هم نمیتواند ما را از هم دور نگه دارد. پس کسانی که به آنها ظلم کرده ایم در زندگی دیگری به سوی ما باز می‌گردند تا به ما فرصت داده شود تا وضعیت را تغییر دهیم. به همین ترتیب کسانی که به ما ظلم کرده اند نیز برای جبران خسارت به سوی ما باز خواهند گشت. حتی اگر درسمان را فرا نگرفته و مجبور شویم هزاران بار با همان اشخاص و همان مسائل و همان ارواح یکسان مواجه شویم، بالاخره یاد خواهیم گرفت که اشخاص متقابل در روابطمان را دوست داشته باشیم و به این نوع روابط متقابل شایسته احترام بگذاریم. ارتباطاتمان را پاک و سالم کنیم، بر آن ارج بگذاریم و روابطمان را پیوسته پاکیزه نگه داریم. پس خصومت و خشم و آسیب رساندن به دیگران هدر دادن فرصت و انرژی است. گاهی اوقات یک رنج یا رویداد منفی مانند از دست دادن شغل یا جفت روحی یا حمایتی خاص ممکن است دستی باشد تا در را به روی یک فرصت بسیار بهتر برای ما باز کند. بنابراین ما نبایستی زود غمگین شویم، جا خالی کنیم و در خودمان بخزیم، بلکه بایستی در جستجو یا ایجاد روابطی نو باشیم. سرنوشت شاید برای بافتن آن فرش پرنقش و نگار زیبا با طرح‌های پیچیده و شگفت‌انگیز خودش به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. در این دنیا علاوه بر درد و سختی و بدبختی، عشق و شادی و آرامش نیز هست. ما اینجا هستیم تا در اجتماع باشیم، با مردم در رابطه باشیم و همان درس‌های مقرری که در بازه بینابینی دو زندگیمان قبل از تولد وعده کرده بودیم را یاد بگیریم و عشق را با قرار گرفتن در میان انسان‌های دیگری که همچون خودمان در همین مسیر رشد و تعالی هستند تمرین کنیم.
عشق یک فرایند فکری صرف نیست، بلکه انرژی پویایی است که در هر زمان هم به درون و هم از طریق ما به پیرامونمان جاری می شود، خواه از آن آگاه باشیم یا نباشیم. ما بایستی یاد بگیریم که عشق را هم دریافت کنیم و هم ببخشیم و تنها با ماندن در اجتماع، تنها از طریق روابط و فقط با خدمت است که می توانیم واقعاً انرژی فراگیر عشق را درک کنیم. جملات اخیر همگی گزیده پیغام‌هایی از عالم بالا بودند که در جلسه ای از هیپنوتیزم بازخوانی به واسطه مراجعینم به من رسیدند. این پیغام‌ها با این جملات عالی شروع شده بودند که در تکمیل مطلب بد نیست آنها را نیز برایتان بازگو کنم. به تناسب سطوح مختلف حیات، سطوح مختلفی از یادگیری نیز وجود دارد که یکی از این سطوح به گستره حیات در زمین مربوط است که ما بایستی در این سطح از یادگیری برخی از آن دروس اساسی را در جسممان بر روی زمین یاد بگیریم. مثلا ما بایستی درد را احساس کنیم، چون درد درسی عمیق را از آن مجموعه دروس کلی در خود دارد. وقتی روح باشید هیچ دردی احساس نمی کنید، یعنی اگر روح باقی بمانید چون دردی حس نمی کنید، بخش بزرگی از دروس مهم معنوی همانند دردمندی را از دست می دهید. در این درس موفق نیستید و از این بابت رشد معنوی شما ناقص می ماند و بنابراین نمی توانید به سطوح بالاتر برسید. درد روحی نداریم. درد می تواند فقط جسمانی باشد یا روانی، مثل زمانی که شکست عشقی می خورید، اما روح هیچ دردی حس نمی کند، فقط لذت را می فهمد، آن هم باز نه از جنس لذات غریزی یا جسمانی. این نوع از لذت به بیان جسمانی به هیچ وجه قابل توصیف نیست، ولی همین قدر بس که هیچ درد یا رنجی در عالم روح وجود ندارد. مثل حالت اکنونی من که در مرحله بازیابی هستم، یعنی روحم در حال تجدید قواست، من هیچ دردی احساس نمی کنم. فقط وقتی در حالت جسمانی باشید می توانید درد را احساس کنید، چه درد جسمانی و چه درد روانی. شما در بدنتان می توانید صدمه وارده و درد آن را حس کنید، در حالی که در شکل معنوی روحی شما هیچ یک از احساسات حواس پنجگانه فیزیکیتان را ندارید. آنچه احساس می توانید کرد فقط شادی و لطافت آرامش است، یک احساس لطیف و عمیق از حال خوب داشتن. در سطح روحی تعامل و ارتباط بین افراد نسبت به روابط در گستره اختری زمین خیلی تفاوت دارد و شکل و ماهیت آن معنوی است. فقط وقتی در حالت فیزیکی جسمانی و ابعاد محدود و دشوار آن باشید می توانید آن شکل از روابط زمینی را تجربه کنید و می توانید مفهوم رابطه داشتن را با سایر انسانها سلولی بفهمید. پس از تولد در حالت فیزیکی منبع اصلی یادگیری ما از طریق روابطمان است. از طریق لذت و درد و تعامل با افراد دیگر ما در مسیرهای معنوی خود پیشرفت می کنیم تا عشق را در همه جنبه‌های آن بیاموزیم. عشق بلاعوض غایت عاشقی است. روابط ما در زندگی یک آزمایشگاه عملی و زنده است. یک آزمایش میدانی برای تعیین اینکه در برابر ناملایمات و امتیازات و فرصت‌هایمان چگونه اقدام می‌کنیم.
آیا درس‌هایمان درست آموخته شدند یا خیر؟ و هدف آن است تا بفهمیم چقدر به برنامه زندگی از پیش تعیین شده خود نزدیک هستیم. پایان پیغام. در روابط با دیگران است که احساسات ما برانگیخته می شود تا واکنش نشان دهیم و بدانیم آیا یاد گرفته ایم به قول عیسی مسیح آنگونه دیگر از صورتمان را نیز جهت سیلی بعدی بچرخانیم یا با خشونت و حتی گاهی با تنفر تلافی می کنیم. آیا ما با درک، همدلی، عشق و شفقت به سراغ دیگران می رویم یا با ترس، خودخواهی یا طرد آنها واکنش نشان می دهیم؟ آیا از فرصتها برد استفاده می کنیم و نفع دیگران را هم می سنجیم یا به سمت سوء استفاده کردن و ابزار قرار دادن دیگران برای مطامع خودمان گرایش داریم؟ و خیلی آیاها و پرسش‌های دیگر. بدون روابط زمینی ما هیچ کدام از اینها را نمی توانستیم بدانیم. ما نمی توانستیم میزان پیشرفت خودمان را محک بزنیم. هرچند سپری کردن سختی ها و دوران دشوار گاهی ما را به ورطه‌هایی می افکند که گریز از آنها به هیچ وجه آسان یا حتی گاهی نیز ممکن نیست، اما این گونه اوقات دشوار و طاقت فرسا می تواند فرصت‌هایی فوق‌العاده را برای یادگیری ما فراهم کند. آنچنان که در فصول پیشین برایتان شرح دادم، ما با انتخاب قبلی خودمان اینجا و در این وضعیت فیزیکی هستیم تا یاد بگیریم و رشد کنیم. همانطور که ما صفات و ویژگی‌های مثبتی همچون عشق، عدم خشونت، شفقت، نیکوکاری، ایمان، امید، بخشش، درک و آگاهی را می‌آموزیم، بایستی جوانب و ویژگی‌های منفی مانند ترس، خشم، کینه، نفرت، خشونت، حرص، غرور، شهوت و خودخواهی و تعصب را نیز بیاموزیم. در درجه اول از طریق روابط است که ما قادر می شویم تا هر دو جنبه مثبت و منفی این درس ها را بیاموزیم. همچون فصول گذشته، در این فصل و فصول بعدی نیز ما دوباره به موضوع روابط و ارتباطات باز خواهیم گشت. امیلی پرستاری 43 ساله و یکی از بیماران قبلی من است که این بار با تنش‌هایی که خودش تحت عنوان ترس‌های غیر واقعی آنها را توصیف می‌کرد وارد مطب من شد. از لحاظ شخصیتی او صمیمی و مهربان به نظر می‌رسید. امیلی از بزرگسالان مرد گریز داشت، ولی برعکس بی آنکه علت افراط در عشق بی حد و حصرش به پسر بچه ها و بالکل کودکان را بداند، صمیمانه و بی شائبه به ایشان خدمت دوچندان می کرد و مضاف بر تعهدات عمومی شغلیش نسبت به بچه ها حساس، نگران و بی حد رئوف و مهربان بود و بدون منفعت از جان و سلامتیش نیز آنقدر مایه می‌گذاشت که تا حدی مورد نکوهش و انتقاد همکاران خودش قرار می‌گرفت. از نظر سلامت روانی هم اخیراً اضطراب و حملات پراکنده وحشت یا پنیک در او افزایش یافته و علاوه بر آن ترس از دست دادن افراد یا رها شدن توسط نزدیکان هم به آن اختلالات اضافه شده بود. اما آنچه او را دوباره تسلیم پیگیری درمانش کرد، ماندن بر سر دوراهی طلاق به دلیل اوج گرفتن بیزاری همیشگیش از رابطه جنسی، به ویژه به هنگام انزال شوهرش در انتهای رابطه‌شان میشد که در نتیجه امیلی از تعهدات زنانه در زناشویی تمکین نمی کرد و این افراط رابطه آمیزشی او با شوهرش را بسیار آشفته ساخت و با آنکه از طرد شدن و تنها ماندن ترسی افراطی داشت، اما او را به این نتیجه رسانده بود که با جدایی از شوهرش و زندگی تنها و مجرد از این مشکلات ارتباط جنسی فاصله بگیرد تا به زعم خودش در امنیت بماند.
حتی با نیت گریز از تنهایی، امیلی شخصاً کم و کیف ازدواج احتمالیش با مرد دیگری که تمایلات فعال جنسی نداشته باشد را هم سبک سنگین کرده بود، ولی هر بار در بررسی ابعاد مشکلات گوناگونش وقتی که اوضاع و راه حل‌های احتمالی را سبک سنگین می کرد، کلاف تحلیل‌های افکارش در گشودن راهی از امید بیشتر گره می خورد. در گفتگوی مقدماتی متوجه شدم که او نه تنها از شوهرش بلکه کلاً از همه مردان و ماندن در مجاورت با عواطف آنها ترس دارد و این ترس و گریز از محبت مردانه نقش یک سپر حفاظتی را برای او بازی می کند. امیلی کلاً از تصور سایه هر مردی بر زندگیش وحشت داشت و در حال حاضر هم با این که شوهرش نسبت به او وفادار است و صمیمانه او را دوست دارد، ولی به بیان خودش او از این مردی که به عنوان شوهر کنونی بخش بزرگی از زندگی را با او سهیم شده است نیز می ترسید و برای من مسجل شد که به واسطه این ترس کلی از مردان او در خیال خیش دیواری حائل ساخته است تا بین خودش و مردان از لحاظ ذهنی فاصله ای امن ایجاد کند یا در تصوراتش پشت آن دیوار خیالی پنهان شود تا شاید از رنج وارده احتمالی در ذهنیتش در امان بماند. ناگفته نماند که بسیاری از کشمکش‌های امیلی در رابطه زناشویی فعلیش ناشی از همین احساسات مبهم و مخلوط سرچشمه می گرفت و او خودش هم درست نمی دانست که این گریزش به واسطه ترس از شریک زندگی است یا رابطه جنسی، چون با وجود کنار آمدن با همخوابی به اتفاق شوهرش همچنان از ارگاسم مردانه در انتهای رابطه جنسیشان بیزار بود و حتی گاهی آنچنان به وحشت می افتاد که به عنوان یک واکنش ترس هیجانی به سرعت نه فقط از بستر بلکه از اتاق خواب فرار می کرد و خودش را در گوشه‌ای پنهان می ساخت و حتی تا صبح همانجا در ترس از تنهایی می خوابید. او قبلاً به دلیل این گونه حملات اضطراب تحت رواندرمانی کلاسیک هم قرار داشت و بخشی از این درمان کلاسیک را نزد خود من پیگیری می کرد. ولی چون از هیپنوتیزم ترس داشت، من با وجود آن که چاره را می دانستم اما نمی توانستم دامنه درمان او را توسعه دهم و بازخوانی زندگی های گذشته را بر روی حل تنش‌هایش محک بزنم. او در پیگیری درمانش نظم و انضباط نداشت و گاهی غیبش میزد که نتیجتاً من نیز مدتی نسبتاً طولانی از او بیخبر میماندم و لاجرم هر بار مجبور میشدم درمان او را از آغاز سر بگیرم، اما ظاهراً این دفعه چون از اختلالاتش به عجز رسیده بود انعطاف بیشتری به خرج میداد. جدای از این بحران کهنه و حواشی مشکلات آن که هر بار رنگ عوض می کردند و مانع از پیشرفت درمان اساسی در وی می شدند، او اخیراً پسر دبیرستانیش را هم در یک تصادف رانندگی از دست داده و در سوگ جوانمرگی او خود را در سوء مصرف الکل غرق ساخته و همچنان سوگوار و عزادار وی مانده بود. از دست دادن این تک فرزند دردانه‌اش انگیزه تداوم زندگی زناشویی با شوهرش و کلاً حفظ سلامت خودش را از او ربوده بود تا آنکه همین اواخر امیلی عضو انجمن 12 قدمی الکلی‌های گمنام شد، جایی که او از اعتیادش به مصرف افراطی الکل بهبودی یافت و وضعیت نسبتاً باثباتی در خودداری از سوء مصرف الکل به هم زده و تجربه ای از لغزش یا عود مجدد بیماری اعتیادش نداشته است.
چون سوابق او را به صورت پراکنده از قبل در مطبم در اختیار داشتم، ثبت و ضبط و به روز رسانی تاریخچه تحولات بیماری او طول چندانی نداشت و او خودش را نیز این دفعه برای هیپنوتیزم آماده کرده بود. در مجموع او طی برنامه درمانی خودش با همراهی من در جلسه اول توانست بازخوانی‌های متعددی از زندگی‌های گذشته‌اش را در الگوی دستچین لحظات کلیدی مرور کند که در اکثر آنها به نوعی پسر مرحومش نیز حضور داشت. امیلی طی اولین فقره بازخوانی زندگی‌های قبلیش زمانی را به یاد آورد که در قالب زنی زیبا با موهایی تیره در لباس قرمز خوشرنگی که چشم همه را به خود خیره می کرد در یک مهمانی مجلل رؤیایی با جوانی جذاب و خوشندام می رقصید که این مرد برازنده جذاب همان پسر اخیراً در گذشته او بود. این خاطره برای امیلی تسکین بخش، بسیار دلنشین و پر از افاده و افتخار به چشم می رسید و او در تفاخر از هنر بیمانندش و دلربایی از آن جوان خوشقامت یکتا و جذاب و سوز و حسادت دیگران با آب و تاب سخن می گفت و به خود می بالید. در دومین خاطره کلیدی دستچین همان جلسه اول، امیلی به یاد آورد که در عصر پادشاهی هرود به هنگام تولد مسیح، مادری جوان در حوالی اورشلیم ولی دهقانی فقیر و بیوه بوده است. در آن دوره فرمان حاکم برای کشتن همه کودکان 2 ساله و کمتر صادر شده بود و امیلی پسرش را پنهان کرده بود تا وی را از سربازان پادشاه مخفی کند. قضیه از این قرار بود که او به اتفاق فرزندش در نوعی مخفیگاه تعبیه شده در زیرزمین خانه‌شان پنهان شده بودند. او به من گفت کودکم بین 1 تا 2 سال سن دارد، با موهای تیره و چشمان قهوه‌ای بسیار گیرا، و افزود او خیلی ناز است. کودک این خاطره بازخوانی شده امیلی همان پسر تازه در گذشته او در همین دوره عمر جاریش بود. او خیلی احساسی و با شعف ادامه داد: پسرم یک خال مادرزادی زیر شانه راستش دارد، درست مثل خودم. این نشان به شکل یک ماه نیمه کامل یا تیغه خمیده نوعی خنجر است. و ادامه داد: من خودم موهایی بلند و مشکی و یک لباس پارچه‌ای ساده به تن دارم. ما فقیریم. شوهرم به تازگی درگذشته است و فرزند دیگری ندارم. او طوری اوضاع را شرح می‌داد که ضمن بیان صحنه من انتظار وقوع نوعی تراژدی را داشتم و خودم را برای شنیدن سرگذشت یک حادثه دلخراش آماده می‌کردم. در ادامه امیلی همچنان بر اوصاف فرزندش متمرکز بود و با شرح و توصیف غزلوار از کودکش داشت کم کم از ادامه توضیح صحنه و شرح ماجرا دور می‌شد. پس او را در تجسمش تحت هیپنوتیزم به مخفیگاه برگرداندم و آمرانه درخواست کردم شرایط را توصیف کن. بعد از ورودت به مخفیگاه چه می شود؟ ادامه ماجرا را شرح بده. بعد از لحظاتی از این فرمان من، ناگهان شور و شعف از صورت امیلی پرید، چهره‌ای نگران به خود گرفت و اخم کرد و سپس به گریه افتاد و رفته رفته گریه‌اش به حقحق کشید و شدید تر شد.
احساس کردم ادامه این تجربه دیداریش برای او دشوار باشد، بنابراین او را تسلی داده و آرام کردم و ضمن دلداری به او دستور دادم تا از صحنه جدا و بالای صحنه شناور شود و انگار که در حال تماشای فیلم باشد از بالا مشاهداتش را برای من شرح دهد. به این ترتیب می توانستم به او کمک کنم تا عواطف و احساساتش را کنترل کند و در عین حال مسلط بر حزن و اندوه و با استرس کمتر و آسانتر به توصیف این صحنه غم‌انگیز از آن زندگی گذشته‌اش ادامه دهد. او به فرمان من عمل کرد و گفت من بایستی به اتفاق بچه اینجا پنهان شوم وگرنه هر دوی ما را خواهند کشت، چون مانند بعضی دیگر من هم از فرمان هرود سرپیچی و کودکم را از دید ایشان پنهان کردم، ولی حالا که اوضاعمان به اینجا رسیده این همان کاری است که می توانم و بایستی انجام دهم. و ادامه داد سربازان در حال آمدن به اینجا هستند. من درون مخفیگاه خزیده بچه را در آغوشم فشرده‌ام، ولی او دارد با صدایی بلند گریه می کند. نمی توانم ساکتش کنم. او اصلاً آرام نمی گیرد. امیلی دست پاچه شده بود و به دلیل همین دست پاچگی از ترکیب ترس و هیجان دیداری و تلفیق عواطف و احساساتش ضمن مشاهده هیجانی این صحنه بعد از لحظاتی بدون اطلاع من از حالت شناوری خارج شد و بی آنکه به من بگوید دوباره به صحنه پیوست. اما چون طبیعتاً من رفتار صورت و حرکات چهره بیمار را به دقت تحت هیپنوتیزم زیر نظر دارم، با بررسی هیجانات در چهره‌اش مطلب را به موقع فهمیدم، از او پرسیدم و او تأیید کرد و من هم گذاشتم تا جلسه همانطوری پیش برود که او ترجیح می‌دهد. در ادامه او با نوازش و سعی در شیر دادن اجباری و بی‌موقع به فرزندش تلاش داشت تا کودک گریان را ساکت کند و ادامه داد صدای پای سربازان و سر و صدای آنها را در بالای سرم میشنوم. وای خدای من، چه کار کنم؟ گریه‌اش قطع نمی شود و بیشتر هم شده. الان هر دومان را پیدا می کنند و در جا می کشند. و با لحنی مادرانه و خیلی زنده پچ پچ کرد مامانم، عزیزم، بس کن، جان من، میمیری ما؟ ساکت شو، خواهش می کنم، آرام بگیر، بس کن، جان مامان، ساکت شو. کلافگی، ترس و نگرانی و سردرگم بودن در آهنگ صدا، رفتار چهره و حرکات صورتش پیدا بود. او مشخصاً از گیر کردن در این تنگنا به معنای واقعی کلمه درمانده و عاجز شده بود. به او گفتم ادامه بده. امیلی با غم و اشک و گریه نجوا کرد او همچنان گریه می کند و من هر طور شده بایستی جلوی صدای گریه او را بگیرم. سربازان بالای سرمان هستند و دارند خانه را وارسی می کنند. وای چه کنم؟ آرام نمی گیرد. ظاهراً چاره ای ندارم جز آن که دستم را روی دهانش بگذارم، چون او ساکت نمی شود و ترسیده و پریشان به نجوا ادامه داد خدایا، خدایا، چرا او آرام نمی گیرد؟ چرا بس نمی کند؟ وای چه کار کنم؟ الان است که پیدایمان کنند. گریه‌اش قطع نمی شود. و دستش را بر دهان کودک گرفت تا سربازان از یافتن آنها مایوس و از خانه دور شوند.
لحظاتی به همین منوال پر از استرس و دلشوره گذشت تا آنکه امیلی چهره‌ای ترسیده و حیرت زده به خود گرفت و گریه‌اش به شیون تبدیل شد. پرسیدم چه می‌بینی؟ چه شده است؟ او فقط کلمات ندامت را بر زبان می‌آورد و گریه می‌کرد. با اصرار فرمان دادم حرف بزن، اوضاع را شرح بده. او گفت وای نه، من چه کار کردم؟ من او را کشتم. قصدم این نبود. خدایا، خدایا چرا؟ فهمیدم چه اتفاقی افتاده و من هم کم و بیش به گریه افتادم. او ادامه داد او مرده ولی من این قصد را نداشتم. خدایا چرا اینطور شد؟ چرا؟ و شیون سوزناک خود را ادامه میداد. پسرم، کوچولوی قشنگم، عزیزم، مامانم. و همچنان از سوز دل اشک میریخت تا آنکه من در عمق خلسه هیپنوتیزم او را تسلی داده و آرام کردم. در انتهای این ماجرا هرچند سربازان ایشان و مخفیگاهشان را پیدا نکردند، اما بقیه زندگی امیلی غرق در درد و احساس گناه شد. او هرگز نتوانست خودش را از قتل ناخواسته کودکش ببخشد تا آنکه نهایتاً از غصه دق کرد و خودش هم به زودی مرد. در سومین صحنه همان هیپنوتیزم اولین جلسه بازخوانی، امیلی مرور زندگی گذشته دیگری را به اتفاق پسر اخیراً از دست رفته‌اش در قرون وسطی داشت. این بار امیلی در نقش خواهر او نمایان میشد که در سایه پدرشان خانواده‌ای زورآور و نامدار را تشکیل میدادند و هرچند پدرشان پیر و فرتود شده بود، ولی افسانه‌های دلاوری و هماوردهای مردان خانواده همچنان ورد زبان همگان بود. پسر اخیراً در گذشته امیلی، یعنی همان برادرش در آن دوره عمر، سرآمد یلان منطقیشان به حساب می آمد. دلاور مردی جنگجو و سوارکاری سلحشور و بی همتا که این بار نیز مانند بازخوانی اول، امیلی از پهلوانی، برازندگی و جذابیت برادرش با آب و تاب سخن می گفت و در عمق خلسه هیپنوتیزم ستایشش می کرد و به او می بالید. آن خواهر و برادر در آن دوره زندگی رابطه عاطفی بسیار نزدیک و صمیمی با هم داشته و پشت به پشت و حامی یکدیگر بودند تا آنکه بالاخره روز جداییشان این گونه فرا رسید که برادرش سوار بر اسب در بحبوحه جنگ توسط ضربه کاری شمشیری زهرآگین کشته شد و نتیجتاً هم امیلی و هم پدر پیرش در آن دوره زندگی از جوانمرگی آن دلیر مرد به لحاظ روانی به هم ریخته و انگیزه آنها برای ادامه زندگی کاملاً رنگ باخت. شیرازه آن زندگی پرابهت و سربلندی از هم گسیخت و سایر اعضای خاندان هم دست از پیکار و سلحشوری برداشتند و آوازه دلیری آنها نیز به زودی از یاد مردمان رفت، اما امیلی همچنان وفادارانه در سوگواری همیشگی برادر قهرمانش به جا ماند. پدر که هرچند دیگر زور و قوتی نداشت، اما از غم فقدان جوانش و حس کینه‌توزی و انتقام خونه‌وی هرگز خلاص نشد تا آنکه از این بابت کم کم آثار خودآزاری و جنون در وی ظاهر گردید. ولی در سوی دیگر گرد انعکاس این خودآزاری و جنون ناشی از اندوه و خشم و کینه‌جویی پدر بر روح و روان امیلی آنچنان نشسته بود که زندگی هر دویشان را مختل کرد.
نهایتاً این پیامدهای غم‌انگیز مرگ برادر سلحشورش امیلی را مجبور کرد تا ناچاراً برای فرار از جنون پدر و غم و اندوه عمیق مشترک هر دویشان چشم و گوش بسته بدون ارزیابی مصلحت و شتاب زده در اولین فرصت با مردی ثروتمند و به ظاهر برازنده که از قبل خواستگار وی نیز بود ازدواج کند. شوهر امیلی در آن زندگی که به زعم خودش بر زنی از یک خانواده سابقاً قهرمان تسلط یافته بود، تفکری مرد سالارانه داشت و در نقطه مقابل ضعف و زبونی خودش به دارایی‌های مادی و خدمتکارانش می‌نازید و در مرور زمان کلاً نسبت به خواستهای همسرش حتی مسائل غیر جنسی بی‌موالات شد و با نادیده گرفتن همه جانبه احساسات او و بدون توجه یا حساسیت به این که آیا امیلی نیز از این نوع هماغوشی لذت میبرد یا نه، وی را در معرض سکس های خشن و انواع همخوابگی های زمخت و ناخوشایند قرار میداد. کلاً رفتار جنسی شوهرش در این ازدواج حین همبستری بیشتر شکل تعرض جنسی به خود داشت تا رابطه زناشویی. به ویژه به هنگام انزال شوهرش رفتارهای عجیب و غریب و خارج از منطق و دور از شأن انسانی از خود بروز میداد و اصلاً به تذکر و درخواستهای همسرش جهت تعدیل این رفتارهای زشتش اهمیتی نمیداد و به جای آن گویی لج داشت، چون دفعه بعدی بر شدت آن حرکات شنیع می افزود و تنوع در آن حرکات بی‌معنی را توسعه میداد. شوهر امیلی خیلی کوتاه بین بود و به این حرکات ناشایسته به هنگام انزالش مباهات و افتخار هم می کرد و چون پس از اتمام رابطه جنسی به شدت نسبت به دیگران رئوف و مهربان می شد و دست و دلبازی های آنچنانی به خرج می داد، گمان بی خود داشت که فردی استثنایی است و کار او درست است. این سلسله خشونت‌های فیزیکی طی روابط آمیزشیش امیلی را در آن زندگی هم به وحشت انداخته بود و هم بی آنکه وی آمادگی لازم را داشته باشد منجر به تولد اجباری 3 فرزند شده بود و پدرش نیز در این اثنا طی یک دعوا کشته شد و زندگی رنجور خیش را ترک کرد. امیلی از چاله به چاه افتاده بود و بنابر منع طلاق به واسطه اختناق حاکم از جانب کلیسا طبق قوانین مذهبی قرون وسطی هیچ راهی برای گریز یا بریدن این رابطه زشت زناشویی نداشت و بالاجبار بایستی با این ترس‌ها و تنش‌ها کنار می آمد، می سوخت و می ساخت و فرزندان قد و نیم قدش را بزرگ می کرد و در حضور دیگران هم نسبت به رضایتش از زندگی با یک مرد ثروتمند به ظاهر برازنده به دروغ تظاهر به ریاکاری و تفاخر می کرد که این نکته نیز در جای خودش برایش بسیار آزاردهنده بود. پس از اتمام هیپنوتیزم این جلسه ما درباره مشکلات آن دوران و رنج و سختی اجباراً تحمیل شده در این بازخوانی اخیر بر امیلی مفصلاً به گفتگو نشستیم و با وجود آنکه نمایی معلولی را از علت تنفر امیلی از ارگاسم مردانه یافته بودیم، اما پیشرفت چندانی در هضم و ادغام این شهود و نگرش‌ها بر خرد کاربردی او نداشتیم. از طرفی من این بازخوانی‌ها را پیشرفت چشمگیری در روند درمانی او قلمداد می‌کردم و بنابر تجاربم به عنوان یک روان درمانگر و شناخت شخصیم از امیلی برایم محرز بود که درمان قطعی وی به زودی رخ خواهد داد، ولی با توجه به بی‌انضباطی وی نگران ترک ادامه درمان توسط او بودم.
امیلی عضو انجمن الکلی‌های گمنام بود و آنگونه که خودش هم ترجیح میداد، من تحلیل‌های خودم را در بیان اصول بهبودی از زاویه نگاه سازمان‌های 12 قدمی گمنام برایش شرح می‌دادم و برای خودم نیز روند درمان او را در قالب مفاهیم عجز، پذیرش و تسلیم که به زودی درباره آنها اشاره بیشتری برای شما خواهم داشت در ذهنم می‌گذراندم. اما فعلاً با گذر از این عناوین کلیدی انجمن‌های 12 قدمی گمنام در این مجال، چون او هم به هیپنوتیزم شدن تن داده بود و هم این دفعه انعطاف بیشتری به خرج میداد، این امر در بعد مراقبتی به عجز و تسلیم بیمار تعبیر میشد که در نگاه انجمن‌های گمنام برای من به عنوان یک درمانگر قسم خورده به خدمت به بیماران فرصتی غنیمتگونه لحاظ میشد و نمی بایستی از آن چشم می پوشیدم. طی این گفتگوی مفصل آخر جلسه، امیلی بیشتر از بخت بد خود مینالید که همواره با تحمیل اجبارها حق انتخاب را از وی سلب و او را در چنگال دشواریها به زانو درآورده و تحقیر نموده است. و از طرفی من هم نگران شدم که مبادا این احساسات سرخورده کننده باعث دلسردی امیلی و به تعویق انداختن دوباره ادامه پیگیری درمانش شود و چون او قبلا برای مدتی درمانش را مکرراً معوق گذاشته بود، دلسوزانه او را تشویق به ادامه روند کردم و از او قول گرفتم تا غیبش نزند. سپس با پرداختن به ابعاد امیدواری و کشف رازهایی بیشتر، نهایتاً بعد از مرور علت زودمرگی پسرش در همین زندگی جاری و زندگی‌های کشف شده تا اینجا قدری صحبت کردیم و با گمان آن که طبق تجربه درک این شهود به گذر زمان نیاز دارد، قرار جلسه بعدی را گذاشتیم و جلسه تمام شد. در جلسه بعد هنوز هم امیلی به درک و شهود کافی نرسیده بود و از این رو دگرگونی یا آثار درمانی قابل لمسی در وی دیده نمیشد و به همین خاطر او با ناامیدی و اندوهی نمایان بار دیگر آماده هیپنوتیزم شد. تحت این جلسه از هیپنوتیزم، امیلی به سطح خاطر آورد که در اواسط قرن 19 میزیسته و یک زن کولی عیالوار و دهقان اهل فرانسه بوده است که در روستایی نسبتاً پر جمعیت سکونت داشت. امیلی خودش را در این جمع عیالوار بین بچه‌هایش به وضوح میدید که در تدارک شام برای آنهاست. او شوهر نداشت، اما ناخواسته نانآور چندین کودک قد و نیم قد وابسته به خود بود که برای تأمین خورد و خوراک و پوشاک آنها شغل دهقانی کفایت خرجشان را نمیداد و به همین خاطر امیلی دهقانی و کولیگری را ترک گفته به کارهای پرستاری و مراقبت در روستا روی آورده بود. اما در کنار این اشتغالات مراقبتی، با رشد و بزرگتر شدن این کودکان، او برای تأمین مایحتاج خود و فرزندانش مجبور به تنفروشی هم میشد. در میان بچه‌ها یکی از این کودکان سوگلی او بود که امیلی او را بیشتر از بقیه دوست داشت و می‌ستود. امیلی زیبا و در این شیوه از کاسبیش بسیار حرفه‌ای بود و خواهان نیز زیاد داشت، ولی از طرفی اگرچه علاوه بر همخوابگی با بسیاری از این مردان از آنها مراقبت‌های دلسوزانه نیز به عمل می آورد، اما توسط ایشان به شدت مورد تحقیر و آزار و اذیت قرار می گرفت.
در یکی از موارد به خصوص دلخراشی که به یاد آورد، او برای خدمات مراقبتی اوایل شب به محل سکونت یکی از مشتریانش رفته بود که تصادفاً این دفعه چند مرد میهمان به ملاقات آن مشتری آمده و مشغول بازی و عیش و نوش دست جمعی بودند که رفته رفته شوخی و درشتگویی و طعنه‌هایشان به امیلی صورتی جدی به خود گرفت و ایشان جلوی خروج او که خطر را حس کرده و دست و پایش را جمع کرده بود تا فرار کند گرفتند و به صورتی جنون آمیز دست جمعی با زور و خشونت شکنجه‌گرانه به او تجاوز کردند. ظاهراً مستی مفرط هوش و عقل و انسانیت را از سر ایشان ربوده بود و گویی طبیعت کفتار به خود گرفته بودند. آنها ضمن تعرض او را وحشیانه می زدند و گریه ها و فریاد کمک خواستنش را تمسخر می کردند و علاوه بر کتک با کمربند و سیلی همزمان با انزال از سر تحقیر بر او آب دهان می انداختند و دیگرانی نیز که از کارشان فارغ شده بودند فریاد پناه خواهیش را با نثار ادرارشان فرو می نشاندند. آنها علاوه بر بدرفتاری و تحقیر نه تنها در این نوبت به او پولی ندادند، بلکه به جای دستمزد همخوابگی از سر حقارت به او تف کردند و با لگد او را بیرون انداختند. این نوبت او به شدت از شیوه گذران زندگیش و تحمیل و اجبارهای در آن بیشتر از همیشه سرخورده شد. مسیر را به سوی بالای پل رودخانه خروشان روستا در پیش گرفت و قصد خودکشی کرد، اما با وجود این حجم از دلشکستگی و سرخوردگی عمیق پس از دقایقی به یاد آن کودک سوگلی افتاد و به خاطر بچه‌هایش از خودکشی منصرف شد و آن را برای وقت دیگری که بچه‌ها در به در و آواره نشوند واگذارد. در کنار رودخانه همچنان بخت خودش را نفرین و لعنت می کرد و اشک می ریخت. نهایتاً اندکی در زیر مهتاب شب نشست تا آرام بگیرد و غم و دردش را با خود به خانه نبرد. بنابراین سر و صورت و بدنش را از نجاسات شست، تصمیم به استقامت گرفت و لاجرم این گونه رفتارهای مکرر را تحمل می کرد و همه آن آزارها را به خاطر کودکان بیپناهش به جان می خرید تا آن که کم کم به قیمت جانفشانی و از قیافه و بر و رو افتادن خودش بچه ها بزرگتر شدند و آن کودک سوگلی نیز به بلوغ و بالندگی رسید و کمک معیشت خانواده شد. در بین بچه ها او تنها کسی بود که مادرش را درک و برخلاف بقیه که از فرزندی او به عنوان زنی بدنام عار داشته و با طعنه و در لفافه گاهی آن را بر زبان می آوردند و دلش را می شکستند، به صلابت، فداکاری و اراده مادرش افتخار می کرد و با همدلی تمام او را در مقاومت بی‌نظیرش می ستود و جانبدارانه از او طرفداری می کرد. این فرزندش تنها انگیزه قدرتمندی بود که چالش ها را برایش قابل تحمل ساخته بود و کسی نبود جز همان فرزند تازه درگذشته‌اش در این زندگی فعلی. اما امیلی خودش از این زندگی چندشاور متنفر بود و از خودش به شدت بدش می آمد. با گذشت زمان و بالاتر رفتن سنش و همچنین رشد نسبی بچه ها، از آن زمان که حس کرد فرزندانش از آب و گل در رفته و برای بقا دیگر به او وابسته نیستند، امیلی دست به یک خود تخریبی اساسی زد و الکل روی آورد و در نهایت هم در انتقام از زندگی خودش در کثافت و بدنامی این دفعه واقعا دست به خودکشی زد و آن زندگانی ننگین را ترک کرد.
پس از این دومین جلسه چندین ارتباط معنادار بین آن زندگی خاص قرن 19 فرانسه و اوضاع مشکلات فعلیش برملا شد و در چندین رابطه علت و معلولی امیلی توانست با به هم چسباندن سرنخهای موجود ریشه بسیاری از مشکلات زندگی در این دوره عمر جاریش را طی برداشت‌هایی هم از این جلسه و هم بازخوانی‌های جلسه قبلی درک کند و از این بابت خیلی خرسند به نظر می رسید و برق امید و انگیزه در چشمانش به روشنی هویدا بود. او به یک منظر عالی دست یافته بود که ادراکاتی عمیق و واقعی را در اختیارش می‌گذاشت. مثلا با این درک عمیق که پسرش را از خیلی قبل از این دوره زندگی جاریش می شناخته و بارها با او زندگی کرده و می تواند در آینده نیز زندگی کند، غم و اندوه طولانی مدتش از مرگ او را تا حد زیادی التیام داد و دست از سوگواری او برداشت. او در این بین علت گرایش افراطیش به الکل را نیز دریافت و همچنین از راز فراقهای زود هنگام بین خود و فرزند اخیراً از دست رفته‌اش آگاه شد و در یک برداشت الهامگونه از جانب پسر مرحومش اطمینان یافت که در زندگی‌های آتی دیگر پسرش را به زودی از دست نخواهد داد و از این پس دیگر خبری از جوانمرگی وی و جدایی زود هنگامشان نخواهد بود، چون توانسته بود از راز این فراق پرده بردارد و دیگر دلیلی برای این فراقها وجود نداشت. در فصول قبلی تا حدی توضیح دادم که چگونه این الگوهای تکرار شونده را بشناسیم و چگونه حدود زندگانی گذشته را از دوره زندگی کنونی متمایز کنیم. در همین فصل نیز واکنش امیلی به مرگ پسر تازه درگذشته‌اش الگویی تکراری از زندگی‌های گذشته او در واکنش به از دست دادن را منعکس می‌کند که در زندگی فعلی وی نیز تکرار شده است. همچنین الگوهای خود تخریبی و روی آوردن به الکل یا مواد مخدر نیز به منظور مقابله با آن الگوی از دست دادن اغلب در طول زندگی‌های دیگر امیلی تکرار شده بود. تأثیر الکل و مواد مخدر در روابط با دیگران می تواند باعث برانگیختگی و بروز الگوهای قدیمی همانند سلطه‌جویی، فریب، ابزار قرار دادن یا سوء استفاده کردن شود و به طور کلی بر دیگر افراد درگیر رابطه تأثیر منفی بگذارد. گاهی اوقات بازگشت به دوران کودکی یا زندگانی گذشته می تواند ریشه های واقعی یک اختلال را نشان دهد. گاهی اوقات ریشه ها کم عمق هستند و در همین زندگی نشأت گرفتند و ما فقط توسط غرورمان اجازه می دهیم تا به عنوان مانع بر سر راه حل و فصل بحران بایستند و در پیشرفتمان اختلال ایجاد کنند. یکی دیگر از بینش‌های برملا شده فهمش از علت جاذبه بسیار قوی خدمت به کودکان در همین زندگی جاری و عمق عشق بی‌شائبه‌اش نسبت به خرد سالان در سایر زندگی‌هایش بود که اگرچه ریشه در گذشته‌هایی بسیار دور داشت ولی اوج آن در جانفشانی او در همان زندگی بدنام قرن 19 فرانسوی جلوه داشت. امیلی که در بخش اطفال یک بیمارستان مشغول به کار است، پس از این مکاشفات سرشار از انگیزه شده است. او خیلی بیشتر از قبل برای کارهای مراقبتی با کودکان داوطلب می شود و وقت می گذارد و کلاً صبر و حوصله او در این باره به میزان زیادی افزایش یافته و اهمیت طعنه‌ها و نکوهش‌های همکاران برایش رنگ باخته است.
موضوع دیگری که قدری آرامی به او داد مشاهده چهره زشت آزارهای جنسی وارده و پلشتی خشونت و ستم حاکم بر آن آزارها بود که به واسطه این کشف و ادراک عمیقش امیلی توانست ریشه های علت بیزاری از تماس جنسی در زندگی فعلیش را در آن گذشته های دور شناسایی کند و بنابراین حالا از آن منظر آگاهی مافوق می توانست مشاهده کند که در آن دوره خاص از آن زندگی قبلیش که خودش آن دوره عمر را قسمت و نصیب یا اقبال نکبت بارش می نامید، مقدم بر تولید درآمد به بهانه سیر کردن شکم بچه ها، رابطه جنسی در درجه اول ابزاری برای تحقیرهای مکرر، دردهای جسمانی متنوع و تنشهای روحی روانی عقده‌ساز برای وی بوده است. او همچنین توانست ارتباطی پرمفهوم را بین بیزاریش از ارگاسم مردانه و آب دهانهای تحقیر آمیزی که در فرانسه قرن 19 متحمل شده بود برقرار کند و از این بابت موفق شد ترسش از رابطه جنسی را تا حد زیادی به کنار بگذارد، چون تولید این رنج‌های طاقت فرسا متعلق به گذشته‌های دور بود که دیگر اثری از رد آنها بر جا نمانده است و از طرفی سلولی درک کرد که همه مردان را نیز نبایستی در نگاهی بدبینانه از یک قماش دید. او فهمید که این گونه ترس‌های نامعقول سپر محافظتی او از دردی است که دیگر مجبور نیست تا در این زندگی نیز آن را تحمل کند، چون تولید این ترومای آزاردهنده ریشه در گذشته‌های دور او دارد و به این زندگی جاری مربوط نمی شود. همچون قاعده کلی به دست داده در همه مراجعینم، این سلسله ادراک دریافتی او آغازگر درمانش بود. پیش از این دیدار اخیرش با من، بیان که اختلالات و تنش‌هایش بهبودی قطعی را به خود ببیند، امیلی سالها تحت روانکاوی سنتی نزد خود من و دیگر درمانگران قرار داشت. البته این عدم پیشرفت درمانی او تقصیر روان درمانگرانش نبود، بلکه بیشتر به دامنه تحت پوشش عوارض نهادینه شده در وی مربوط می شد. یعنی به بیان ساده، ریشه مشکلات امیلی از دامنه تجربیات او در زندگی فعلیش فراتر می رفت و ضروری بود تا جهت نیل به درمان ابتدا به دامنه خاطرات و تروماهای زندگی‌های گذشته او پرداخته می‌شد تا درمان بتواند جان بگیرد و اثرمندانه آغاز شود. از این نظر نکته حائز اهمیت از جانب من برای ابراز به همکاران درمانگرم در زمینه درمان تعرضات یا سوء استفاده هایی که بیمار عوارض آنها را با خود حمل می کند، صرفاً توسعه دامنه تمرکز ایشان به زندگی‌های گذشته و گسترش دامنه روانکاوی به عرصه‌ای فراختر و بزرگتر از زندگانی جاری یا کودکی همین دوره عمر مراجعین است. امروزه ترس‌های جنسی امیلی همچنان در حال کاهش است و در نتیجه تنش در رابطه زناشویی او با شوهرش کمتر برانگیخته می شود و هرچند ایشان هنوز به یک رابطه کامل و بی‌نقص نرسیده اند و ارتباط جنسیشان هم هنوز به نسبت کم تعداد است، اما پیشرفت و بهبود در روابطشان به روشنی در جریان است. در پرتو نگاه از آن دریچه ادراک عالی و مافوق، امیلی نیز شخصاً قادر شده است تا نقاط مهم قوت و ضعف خودش و مزایا و معایب رابطه زناشوییش را از منظری واقع بینانه تر ارزیابی کند. سایه تلخکامی های آورده از زندگانی های گذشتهش برداشته شده و ترس کلی او از مردان و تماس جنسی با ایشان در حال محو شدن است.
همچنین اگر به دلایل شخصی دیگری که با این تنش‌ها ارتباطی ندارد او در نهایت تصمیم به انتخابی نو بگیرد که با دیگری ازدواج کند، مطمئناً دیگر از داشتن رابطه در آینده با مردی دیگر هراس نخواهد داشت. در نتیجه بازخوانی خاطرات زندگانی گذشته‌اش میتوان اطمینان داشت که هر انتخابی که امیلی در مورد رابطه زناشویی خودش انجام دهد، نتیجه فرافکنی ترس‌های او در ازدواج مانند آن زندگی قرون وسطایش نبوده، بلکه توأم با روشنبینی و قطعاً واقع بینانه خواهد بود.